سلام، به کانال دبونیکس خوش اومدین. امروز با یکی از رایج‌ترین چالش‌های نصب ESXi روی VMware Workstation در خدمتتون هستیم. یکی از ارورهای رایجی که توی نصب ESXi روی VMware Workstation براتون پیش میاد، اروری هستش که توی تصویر مشاهده میکنید که اولین چیزی که باید بررسی بکنیم این هستش که به بایوس سیستممون مراجعه کنیم و گزینه اینتل ویرچوالایزیشن تکنولوژی یا همون VT-X فعال باشه. در صورتی که این مورد فعال بود، وارد پاورشل ویندوزتون بشید و به صورت ران از ادمین حتما اون رو اجرا کنید و دستوری که داخل توضیحات میذارم رو وارد کنید. زمانی که پیام ساکسس رو دریافت کردید میتونید پاورشل رو ببندید و وارد قسمت کنسول پنلتون بشین. گزینه پروگرام اند فیچر، گزینه ترن Windows Feature On or Off رو باز بکنید. زمانی که این صفحه رو باز کردید یه پنجره به این شکل براتون باز میشه. یک سری گزینه رو باید اطمینان حاصل پیدا کنید که غیر فعال باشه. اولین گزینه Hyper-V هستش. گزینه های بعدی Windows Hypervisor Platform و Windows Sandbox. زمانی که این موارد غیر فعال باشند و همچنان شما این مشکل رو دارید، یک مرحله دیگر هم میتونید بررسی بکنید که مشکلتون رفع بشه. گزینه بعدی این هستش که وارد ویندوز سکیوریتی سیستمتون بشید. حالا من از قبل این مورد رو آف کردم که مشکلم رفع بشه. وارد قسمت دیوایس سکیوریتی میشین، کور ایزولیشن و گزینه اول رو از حالت آن به آف تغییر میدید. زمانی که تمامی مراحل رو پیش ببرید و روی ماشین مجازیتون که ESXi رو ستاپ کردین کلیک کنید و استارت رو بزنید، با موفقیت ESXi تون شروع به نصب میکنه و هیچ مشکلی برای شما در حین نصب پیش نمیاد. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. ما رو حتما دنبال کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.